داریم میریم جزیره هنگام. با خودم نون خشکم آوردم واسه ماهیا. بریم وایسیم تو صف بلیط بگیریم. بلیط رفت و برگشت گرفتم، نفری 70 تومن. امیدوارم دلفین ببینیم. ساعت همینجا هستیم. بعد از این ساعت اگر خواستیم میریم، اگر نخواستیم خودم اینم چیزی سوخته پرتقالی ها. Here, even they don't have, they only have primary school, they don't have secondary school. It's hard to miss. Yeah, it's hard to miss it. If you be very unlucky, that's the they say there are more deer than people here. I heard that.
یه دونه از این موتور چرخو گرفتیم واسه گشت جزیره. نفری 80 تومن هزینه شد. ساحل نقره جزیره هنگامه. خیلی قشنگه. بقیه هم کم کم دارن میسازن. ببینید اینا خونه ها تازه دارن میسازن. اون اولی اقامتگاه. درخت قدیمیه، عمرش بالای 150 تا 200 سالشه. در اصل یه درخت هندیه. تو هند درخت مقدسیه، بهش دخیل میبندن. هندی‌ها داره معبداشون میکارن. برعکس همه درخت‌ها ریشه‌هاش از بالا به پایینه و هیچ نیازی به آب نداره و این ریشه‌هایی که از بالا به پایینن میتونن شرجه و رطوبت هوا رو بگیرن و از اون تغذیه کنن. اینجا ساحل خماسی.
خوشمزه هستن بزای شیشه پول بده خولی نه خولی چند تا میره نه خولی چند تا متین آقا منم این مرد این دفته دیگه چه uzun dakika. Bu santa basta.